سلام من عتی هستم، این موهای منه. به کانال من خوش اومدی. این اولین ولاگمه. نه اصلا انقدر امروز پر انرژی نیستم. ببین به زور خودمو کشوندم اومدم تا اینجا، چون که واقعا باید ولاگ رو شروع می‌کردم. این کانال قراره که استارت بخوره، جون بگیره. خیلی ذوق داشتم براش. چند روز پیش که کانال قبلیمو بستم، من کانال داشتم که 7500 سابسکرایبر داشت. خیلی بعضیاتون فکر کنم 200-300 نفرتون همین الان اینجایید، از اون کانال اومدین و خیلی اونجا فعال بودم و آخرا دیگه ولاگ میذاشتم مرتب، از همه چی بهتون میگفتم، همه چی رو باهاتون شیر میکردم. اما دیدم که آقا الگوریتم یوتیوب نه تنها منو پیشنهاد نمیده به آدمای دیگه، حتی داره منو یه جورایی نگه میداره تو اون نقطه‌ای که هستم، به خاطر اینکه موضوع ولاگمو یه سال پیش عوض کرده بودم و درست نمیشد. خلاصه اومدم اینجا و الان چند روز همش میخوام شروع کنم. میگم بابا پاشو ولاگ اولو بگیر، شروع کن حرف زدن، خودتو معرفی کن، شهرت، جایی که هستی، زندگی تو و شروع کن ادامه بده. مثل قبل ادامه بده ولاگاتو. موها رو ببین تو رو خدا. ولی PMS قول سیاه پریودی اومده سراغم و چند روز نمیذاره کاری کنم. تو فکر کن حالا تو شروع یه کاری هم باشی دیگه، همه چی رو میبره زیر سوال، سرویست میکنه قشنگ. یعنی اگه دختر باشی که میدونی دارم چی میگم، قطعا میدونی، ولی اگه پسرم هستی احتمالاً دیدی توی پارتنر و خواهر و اطرافیان. و اصلا هم چیز عجیبی نیست که آدم نخواد راجبش حرف بزنه. چرا؟ اتفاقا باید بگیم این پادکست راجب پریودی نیست. اپیزود اول ولاگام تو چنل جدیدم، چنل قبلیم عتی استوریو بود، اونجا هم کلی ولاگ گذاشته بودم. چند تاشو میخوام دوباره اینجا هم بیارم بذارم، چون که شما بدونین من از کجا اومدم و داستان زندگیمو یه ذره با ولاگای قبلیم دستتون بیاد. شروع جدیده، حسم خوبه. سخته شروع کردن، خیلی سخته، ولی کار هیجان انگیز و باحالیه برام. خیلی دوست دارم ولاگ گرفتن و واقعا یعنی دوست دارم از همه چی بگم، از همه چی حرف بزنم. چیزایی که برای خودم یه موقع‌هایی تابو بوده بیام راجبش بگم، چیزایی که نقطه ضعف بوده تونستم حلش کنم یا اصلا گذاشتمش کنار بیام از اونا بگم. فقط خوشی‌ها و تفریح‌های زندگیمو نشونتون ندم، فقط نیام نگم که آره من مهاجرت کردم، این کار میکنم، اون کار میکنم فلان. نه، میخوام همه چی رو واقعا باهاتون شیر کنم. اومدم کمی دویدم ولی واقعا سرده. باید برم خونه، لباسام خیلی کمه. وقتی هم پریودی همش سردته، همش یا گرمته یا سردته. Are you okay? الان رسیدم خونه، دیدم بسته هایی که سفارش دادم رسیده. برای کارم 2 تا چیز گرفتم، الان نشونتون میدم. همشون رسیدن، خیلی خوشحال شدم. همه چی یادم رفت ولی دل و کمرم درد میکنه. میخوام یه ماچای گرم خوشمزه درست کنم الان. شما هم ببینین که چجوری ماچا درست میکنم، خودم بخورم کمی حالم خوب شه. واقعا پخش شده درد تو دل و کمرم و خیلی رو مخمه. اصلا از این درده متنفرم، واقعا ازش متنفرم و امیدوارم که یه روزی برسه که یک داروی قطعی برای درد PMS پیدا بشه و ما راحت شیم. بریم ماچا خوشمزه درست کنیم. هوا خیلی خوبه، دلم میخواد واقعا حالم خوب شه که امروز برم بیرون. آرام نشسته پای کار، باید بلندش کنم پاشیم بریم. آرا دوست پسر سابقم. سلام. دوست پسر سابق گفتی؟ آره دیگه. تو دوست پسر پس الان چی هم؟ الان پارتنرمی. دوست پسر هم. من دوست پسر دوست دارم. دوست پسر. آره دوست پسر. توی ماچاتی چنل پادکستم همش ازم میپرسین که چه جوری ماچا درست میکنی، یا توی استوری اینستاگرامم همش میپرسین. رفتم شیر گرفتم شستمش تر و تمیز، همه چی رو میشورم من بیرون که میارم. همچنان از دوران پاندمی به بعد من همه چی رو میشورم. ببین مثلا پورتین بارارم شستم. آرا میگه نکن، کلی با هم سر این موضوع چالش داریم ولی من واقعا نمیتونم. بچه‌ها شما میشورین یا من فقط این مشکل رو دارم، یعنی این دغدغه رو دارم؟ چون من اصلا نمیتونم، واقعا نمیتونم یه چیزی رو نشورم بذارم توی یخچال. حالا بگذریم. میخوام الان با شیر بادوم
ماچا درست کنم، چون که شیر لبنی برای من اصلا خوب نیست. IBS دارم و نفخ میکنم و اینجور چیزا. حالا توی PMS که دیگه بماند بیشتر. و کلا من شیر بادومو بیشتر دوست دارم. یه سری‌ها معتقدن که قهوه و نوشیدنی و اینا فقط با شیر لبنی خوشمزه است. قبول دارم قهوه با شیر لبنی بیشتر فوم میده و باحال‌تره، ولی به نظر من ماچا با شیر بادوم بهتره. آب کتری هم همیشه خالی کنین، دوباره پر کنین. این یکی از وسواسای بنده هست. کتری من درجه نداره، به خاطر همین همیشه میذارم جوش بیاد، بعدش میذارم خنک شه، چون که ماچا رو باید با دمای 80 درجه درست کنی، نباید آب خیلی جوش باشه. خیلی مهمه، مثل اینکه سمی میشه پودر ماچا اگه حرارت زیاد بهش بدی. به خاطر همین حتما با آب 80 درجه یا آب ولرم باشه اوکیه. بعدش میریم سراغ ظرف و ظروف ماچا. چیا داریم؟ هر کاسه‌ای میتونه باشه ها، یعنی یه کاسه بزرگی که دیوارش بلند باشه، نپاشه ازش بیرون، چون الان بهتون میگم باید چی کار کنیم. و یه دونه از این صافی‌ها برای فیلتر کردن. در واقع فیلتر نمیشه، یعنی چیزی اینور نمیمونه، اما پودره خیلی خوب حل میشه وقتی از این ردش میکنی. ویسک ماچا که بامبوییه، از بامبو ساخته شده، ولی خب بجاش میتونی از این برقی ها هم استفاده کنی. شما هم دست و پاتون شل میشه تو پریودی؟ اصلا دست پا چلفتی میشم. ویسک برقی ماچا، ویسک برقی هر چیزی، یعنی باش میتونی قهوه هم درست کنی. و خب خیلی هم من اینو ارزون گرفتم، 5-6 دلار. آب جوش بیاد که چی بشه؟ میخواد عزیزه کی بشه؟ چی میگم؟ این ماچای خیلی خوبه، از کاسکو گرفتم. اگه اینجا این خوبه، ببین خیلی خوب نیست ولی خوبه، ماچای خوبیه. میخوام حالا برم بگردم سوپرمارکت های ژاپنی اینجا رو یه ماچای خفن پیدا کنم. خفن ترین کجاست؟ قاشقش اینجاست. قاشقش هم بامبوه. یه دونه قاشق، 2 تا قاشق. زردچوبه تازه هم میخوام بزنم، چون سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه. یه ذره سرماخورده هم هستم. پودر ماچا رو الک میکنیم، یه همچین حالتی. آب خیلی داغه هنوز. ویسکو باید بذاری تو آب ولرم 3-4-5 ثانیه بمونه. الانم چون آبمون داغه یه ذره آب داغ میریزم، یه ذره شیر سرد که این ولرم بشه این تو. خب چون در نهایت میخوام با شیر بخورمش، اوکی که یه ذره شیر سرد بریزیم. یه کوچولو شیر سرد، یه کمی هم آب گرم. بوی ماچا در اومد، عاشق عطرشم. ببین اینو به حالت ام باید بزنی، نباید بچرخونی توش. اوکی میتونی بچرخونی ولی اون یه مدل دیگه ای میشه، یعنی کلا شکل ماچا تغییر میکنه با مدل هم زدنش، خیلی عجیبه. من به حالت ام میزنم همیشه. خوب میزنیم که حباب شه قشنگ ماچا. خب شیرمون گرم شد، میریزیم توی لیوان. به به. یه کوچولو زردچوبه. کلا زردچوبه برای سیستم ایمنی چون خوبه، تو همه چی بزنین. ببین تو چای، دمنوش، شیر، ماچا، تو همه چی میشه زد. ماچا دستم داره میسوزه. واو شما رنگو ببین، فعلا خیلی داغه. میتونی یه کوچولو بهش عسلی، شیره افرایی، چیزی که دوست داری، شیرین کننده اضافه کنی. خوشمزه است، خیلی دوستش دارم، یعنی واقعا سوخت هستم. میخوام چیزایی که خریدم آنباکس کنم، ببینم که درست خریدم یا نه، چون که برای کارم
به یه سری چیزا نیاز داشتم که واقعا حیاتی بود. حالا الان نشونتون میدم. اونجایی که وقتی پریودی دوست داری همش شیرینی بخوری، وایت چاکلت توریه. خیلی صبر کردم که ببینم هدفونم چه شکلیه. واقعا صبر کردم، نمیدونم چجوری تونستم. این هدفونم نیست، این میخوام جرش بدم. کوله لپتاپه. اول شما دیدین بعد من. خیلی خوش رنگه. بزرگ نیست خیلی. چطوره؟ چه خوشگله. خوبه؟ خیلی باحاله. جدی چقدر خوشگله این. من از اولی که اومدیم اینجا تو کف این برنده بودم، بعد خیلی گرون بود و همش اینجوری بودم که من اینو میخوام و فلان و اینا. هی رفتم کوله هاشو میدیدم. بعد آرا یهو پیدا کرد برام، گفت بیا اینو بگیر، این تخفیف خورده. خیلی باحال بود. فکر نمی‌کردم اینقدر بامزه باشه. این پشتش اینجوریه، میخوابه روی پشته. از بالا قطرش زیاده، وسط که میاد کم میشه، دوباره پایین زیاد میشه. اینجوری بخوابه روی پشت آدم. فکر کنم خیلی راحته نه؟ الان که خالیه، بعد پرش کنم ببینم راحته یا نه، ولی خیلی بامزه است. رنگشو دوست دارم. خوب شد مشکی نگرفتم. سبز اوکالیپتوسی. سبز ماچایی نه، اوکالیپتوسی. یادم انداختی. میخواستم ماچایی بگیرم. اوکالیپتوس. حالا میتونم برم توی کتابخونه بشینم ادیت کنم، تو کافه جاهای مختلف کارمو انجام بدم. مجبور نیستم همش تو خونه باشم. آخه کوله قبلیم خیلی کوچولو بود، بعد یه جورایی هم شده بود کوله مشترک من و آرا. حالا بریم سراغ چه مدل برداشتنه. افتادم. اجازه بدین. ببین میدونی من چند وقت منتظر اینم که هدفون بخرم. اولش اینجوری بودم که من فقط هدفون اپل رو میخوام، یعنی نمیخرم تا بتونم هدفون اپل رو بگیرم، چون عاشق محصولات اپلم کلا. ولی نمیخرم هدفون آرا رو انقدر میگیرم تا بتونم هدفون اپل بخرم. بچه‌ها من واقعا فکر کنم چند سالی منتظر بودم ساعتی هدفون بخرم تا دست هدفون چند سال به خدا من با ایرپاد همه کارامو انجام دادم. به زور هدفونشو میداد به من. بچه‌ها میگفت گوشات اذیت میشه با ایرپاد. واقعا یه سال ایرپاد، 2 ساعت ایرپاد تو گوشت باشه، اصلا وقتی برمیداری انگار داغ خیلی سخته با ایرپاد. چرا داریم پوست میکنیم؟ آخه نمیدونم باید چجوری بازش. پاره کن. بچه‌ها توییه رو باید ببینی. اوه مای گاد. چقدر خوشگل و کوچولوه. چقدر نازه. خیلی خوشگله. دلم نمیاد بازش کنم. وای. اینجا شو ببین. بیایم با هم بازش کنیم. وای خیلی هیجان انگیزه. اوه بیتیتش کردم این تو. چی بیتیتش کردم این تو؟ در اومد. بازش کنم؟ اگه رنگشو دوست نداشته باشم چی؟ دیگه پوستشو باز کردی، دوست نداشته باشی پس نمیگیرم. واو. جلد داره. کیف داره. مال تو هم کیف داره؟ من کیف داره. کیفی 3 برابر اینه مال من. خیلی جذابه بچه‌ها. رنگو ببین. اوه چقدر کوچولوه. خوشگله. چقدر کوچولوه. باحاله. آره کوچولوه. من اینو میذارم رو گوشم. چقدر گنده است. خیلی کوچولوه. صداتو نمیشنوم. هنوز چی پخش نکردم. صدا بم شد. صدای بیرون. اینا هم که کابلاشه. کیفش چقدر باحال و کوچولوه. ببین رنگو. من کلا رنگ صورتی رو دوست ندارم. نیستم با رنگ صورتی. و آرا میگفتش که این خیلی صورتی نیست. بیا اینو بگیر. خیلی صورتی نیست. نه. اصلا یه حالیه انگار سفیدیه که مثلا توش یه کوچولو. آره و روز گلد. اینجاش هم روز گلده. باهاش میتونی پادکست بگیری. پاک دست.
اوه ببین اینجا میشکنه، نگاه کن. اوه جمع میکنی اینجوری میذاری تو کیف. بعد در میاری قشنگ. بعد اینجوری جمع کنی. بعد اینجوری جمع کنی. یه چیز دیگه دارم بچه‌ها، میخوام نشونتون بدم. نمیدونم هنوز میخوام کجا بزنمش، ولی با این ایده ساختمش، سفارش دادم که هر کدومتون رو دیدم یه دونه از اینا بهتون بدم. کوش. آخه من تو ونکوور تا حالا چند بار شده که دیدمتون، یعنی بچه‌هایی که مثلا ولاگامو میبینن، حالا تو چنل قبلیم بودن، حالا نمیدونم شما الان قبلا ولاگای منو دیدین یا نه، ولی بچه‌هایی که میدیدن رو دیدم. بعد بودم که هیچی نداشتم بدم. کوش کجاست؟ اینهاش. بسته بعدی که چند وقت منتظرشم. وحشیم. مجبوریم جرش بدیم همچنان. اینهاش. کسایی که ماشاتی رو دیدین میدونین این چیه. این لوگو کانال پادکستمه. دوست داشتم اینو استیکرش رو داشته باشم که هر کدومتون رو دیدم یه جایی یه موقع بهتون استیکر ماچاتی بدم. سمپل برام فرستاده بود، زدمش روی قمقمه آبم، هر چی میشورم هیچیش نمیشه، اصلا خراب نشده. خیلی باحالن. میشینم همیشه تو ماچاتی باهاتون حرف میزنم، حرفای زیاد، حرفای باحال. ماچاتی رو سابسکرایب کنین حتما همینجا که داشته باشین و تمام. I'm giving you all my love. Sempre sarai tu il mio amore. هدفونم انداختی. معذرت میخوام. صداش قطع شد. جون. صبح بخیر. طبق معمول عتی دیره شده، داره میدوه، بدو دارم میرم. نمیدونم چرا من باید همیشه همه جا دیر برسم یا اصلا نرسم. دفعه پیش دیروز که کلاسمو نرسیدم و 3 بار میس بشه توی اپلیکیشن منو بلاک میکنن، دیگه نمیتونم کلاسا رو شرکت کنم. باشگاهی که ثبت نام کردم اینجوریه که یه سری کلاس تو دل خودش داره، یعنی لازم نیست برای کلاسا هزینه بدی، فقط باید از قبل توی اپلیکیشن بری بوک کنی. اگه میس کنی و نری از دست بدی دیگه اونم از دستت میدن. و الان دارم بدو میرم. همه چی رو باید تو بهترین حالت خودش انجام بدم تا از خونه بیام بیرون. الان تمام وسایل روزمو برداشتم گذاشتم تو کولم. تنها چیزی که اومدم بیرون فهمیدم برنگشتم ساعتم، قرصای ویتامینم، لپتاپم، وسایل کارم، همه چی. مدرسه میرفتم اینجوری نبودم، از شب قبل کولم آماده میکردم میذاشتم، ولی نمیدونم چرا بزرگسالی یه حال دیگه ای میکنه آدم. انقدر دغدغه داری، فکرت شلوغه که اینجوری نه، بذار به کار مهمم برسم، حالا اونو بعدا انجام میدم. امیدوارم برسم. اصلا فکر نمی‌کردم برسم کلاسو و فکر نمی‌کردم که بتونم 1 ساعت رو ورزش کنم با اون دل درد و کمر دردی که صبح داشتم، ولی شد. من بشینم کتابخونه ادیت کار تا شب. الانم یه چیزی باید بخورم، گشنمه. تنگ شده بود برای روتین. چند روزه از روتین خارج شده بودم.
جا بار اولت میری نمیدونی چی به چیه میره تو پاچه. قشنگ اینجوری شد. اینو قرار من بخورم همشو. واقعا نمیفهمم چرا. یه حال عذاب وجدانی دارم که چرا انقدر پول دادی؟ غذا از خونه می آوردی؟ چون همیشه یه ظرف کوچولو میذارم تو کیفم. گفتم یه سالاد دیگه. یه سالاد میگیری با یه اسموتی. چه بوی خوبی داره. مرغ گرفتم بعد 8 سال گیاهخواری. اولین باره که مرغ خریدم و میخوام مرغ بخورم امروز ظهر. فکر میکردم که سالاده کمه. گفتم خب دیگه سالاده که برای صبحونمه، توفو داره و بادوم زمینی و نخود و اینا، وگنه کامل. یعنی اصلا نمیدونم هنوز تو چه شرایطی ام. فکر کن 8 سال گیاهخوار بودی، 2 سالش وگن بودی، بقیه‌شو ویژیتریان. یعنی 2 سالش رو اصلا من حتی لبنیات و تخم مرغم نمیخوردم. بعدش دیگه ویژیتریان شدم و شل کردم و اینا. گوشت و مرغ و ماهی اصلا 6-7 ماهه که ماهی میخورم، ولی هنوز قبول نکردم که من گیاهخوار نیستم. وقتی میرم یه جا میبینم منو گیاهی داره، اینجوری میشم که چقدر خوب که منو گیاهی داره، برای منم غذا داره. بابا تو ماهی میخوری، تو چند وقته که داری سالمون و ماهیای مختلف میخوری، بگیر. الان قیمت این با یه چیزی که ماهی یا مرغ توش داشت هیچ فرقی نداشت. خب کار با قیمتش ندارم. الان که فکر می‌کردم خیلی کم باشه، خیلی زیاده. بعدم اینکه مرغم گرفتم در ناهارم. تو خونم یه بار با آرا مرغ خوردیم. دارم بهش فکر میکنم که مرغو به غذاهام اضافه کنم، نه به خاطر اینکه از گیاهخواری خسته شدم. من عاشق غذای گیاهی ام هنوز، ولی انقدر این IBS داره منو اذیت میکنه و روده‌هام کلا به هم ریخته. حالا نمیدونم، شاید هم به خاطر گیاهخواریه، به خاطر اینکه هر کسی شاید 8 سال گیاهخواری کنه، نمیدونم. برای بدنهای مختلف فرق داره. هیچ توصیه‌ای نمیکنم، یا اگه گیاهخوارین بیاین بگین تجربتون رو به من. اینو چجوری بخورم؟ چقدر بوش خوبه. توفوه رو انگار با زردچوبه پخته. اینم سیب زمینی شیرینه. یه تیکش رو میخورم، بقیه‌اش رو میذارم برای ناهارم با مرغ. هنوز نمیتونم بفهمم که مرغ خریدم. هیچ وقت هیت نمیدم به گوشخواری، هیچ وقت. وقتی وگنم بودم دوستای گوشخوارم خیلی پیش من راحت بودن یا اصلا اوکی بودم. فقط غذا درست نمی‌کردم برای کسی گوشتی. واو. بیا به پولش فکر نکنیم و بیا به اینکه زیاد خریدم هم فکر نکنم. تا شب اینا رو میخورم دیگه. اوکی. تا شب هم میشینم اینجا کار میکنم تو کتابخونه. مثل چسب زخمه. اسموتی ماچا و کلی چیزای مختلف توش داره. پودر پروتئینم خودم بهش گفتم اضافه کن، $2 اضافه شد. رو مخم بود. وانیل، ماچا خیلی طعمش کمه تو این. شیرش هم خودم عوض کردم، شیر بادوم. فکر کنم 2 روز سالاده. توفو خیلی مهمه که تف بدی بخوری. همین جوری بخوری، اینجوری که چه آشغالیه. دارم تلاش میکنم خودم ببخشم. خوشمزه است، ولی برای من که همش سالاد درست میکنم تو خونه و همش سالاد میخورم و مدلای متنوع، هیچ چیزی نیست. برای من انقدر پول دادن منطقی نیست. ولی خب دیشب خوابیدم دیگه. 2 نفر اومدن اینجا، الان میگن چقدر چیزی گذاشته جلوش. یه دونه ظرف کوچولو آوردن با هم بخورن. یه دونه سیب زمینی شیرین بخورن، بعد بذارمش اون تو. این واقعا خوبه. باید فقط اینو میگرفتم. فکر کنم شد مثلا $5. چیزی نگرفتم که یه دونه سالاد با یه اسموتیه. برنج داره. آره یادم رفته بود تو منوش نوشته بود. برنجم میتونم با اون مرغ بخورم نهار. پلو مرغ. بهتون نمیگم چند خریدم.
آن مرد رفت. جیش دارم. بزن. شکوفه میرقصد از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و ما گل. باید واقعا عینکامونو در بیاریم. عینکام نکن، چرا میگفتیم اون روز از ساک بیرونه. آره، بیرونه تو فایلته، توی همون ارگانایزرته. لا 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 لای لای ای شکوفه خنده تو خونه ما اونجا روی خونه ما رنگش بالاست. خونه ما رنگش بالاست. خونه ماست یه قوطی کبریت.